سفر در آغوش کوهستان یک اسرار دارد. آن را نفری درک می کند که به اینجا تشریف می آورد. ضمن سفر به یکی از گوشه‌های زیبا منظر کشورمان منطقه سنگوار، سابق ناحیه طویلدره، نوابسته از کمی مشکلات راه داشتن، حلاوت آن همه زیبایی‌های طبیعت وطنمان خستگی و دشواری را زود رفع می‌کرد. هر لحظه احساس کرده می‌شد که در حقیقت منطقه سحرانگیز و افسانه‌ای است. منظره زیاد هستند در طویلدره. اگر ما رو به همون گفته‌های پیشوای ملت بیاریم، ما در همون اساس کار کنیم که ساحه سیاحی در همین ناحیه رشد یابد. در حقیقت یک ناحیه است که زیبیان همون سیاح است و تمام شرایط ها برای ترقی سیاحی در اینجا موجود هستند. در درآمدگاه حدودی ناحیه میانی کوه‌ها حوض کبود موجود است که با شگفت‌انگیزی خود در دل مهر دیگری را جا می‌کرد و تمام حشمت و بزرگی این مکان را نشان می‌دهد. از سنه پیدایش این حوض معلوماتی دقیق پیدا نکردیم، ولی معلوم است که حوض با نام کبود تاریخ طولانی دارد و نوابسته از آنی که به طبیعت زیبایی علاوه‌گی ضم کرده است، همزمان آب این حوض را باشندگان برای تبابت بیماری کبود سلفه نیز استفاده می‌برند. قریب 40 متر چقدر زیاده قریب 18,000 مایه حاضره شده. خیلی آینده ها حرکت داریم تا یک 90,000 100,000 برسونیم. حاضر چیه بیل امورای سزانای شیرماهی یک 3-4 نموده است. این همین سال ترقی باز چی کردگی اونو مایده بچه تخم دو پرتافتگی هم. امروز در همین شرایطی که جلب سیاحان، جلب جهانگردان به تاجیکستان است، موضع حوض کبود یک موضع است که دل هر کس تسخیر می‌سازد. هر کس می‌خواهد اونجا تماشا کند، یک کمی دم گیرد، یک آب مصفای دارد که از اون یک بهره برند. بغیر حوض کبود در موضع طویلدره که یک بسیار ناحیه زیبا منظر است، چشمه های مصفای زیاد است. اینجا چشمه میرکلان است در دهه سر دشت. بالاتر باز یک منظره زیبای دیگر است، مرغزار میگن. بسیار چشمه های مصفا دارد، حتی ماهی های چیز دارد، گلماهی زیبا دارد که اونجا هم جای سیر و تماشا است و میتوان اونجا را باز هم آبادتر کرد تا که ما توانیم همون سیاحایی که در ناحیه ما مهمان میشوند اونجا تماشا کنند و یک لذت برند. اگر قبلا این حوض تنها برای تماشا و استراحت مردم داخل و خارج محسوب میگشت، همکنون ساکنان ده تصمیم گرفتند که در این موضع رشد ماهی پروری را به راه مانند. به قول خوشوقت مرادوف، 6 ماه قبل برای سنجش گذرانیدن از دیگر منطقه های مملکتمان تعداد 18,000 ماهی های ذات محلی به اینجا آوردیم. از تجربه ها معلوم است که آب حوض کبود برای پرورش ماهی مطابق است. تازه یکمش خودش چشمه داره، بعد آبوش پایون میگذاره، آبوش نداره، آبوش بانو شاکر هم میشه، چی نداره، خودش شیرماهی داشت. یکی خیلی به اون درجه یک چیره نبوده، از این امسال خیلی سر این دیارم چکو ماهی معلومه که 18 سال ساخی در آینده های شغل میشه با نخستر. هر روزش دادهش نیم خراک ما، هر روز میتیم خراک، تا به خراک نمیشه ایرا. این مکهشو میتیم، جواری، چی جرمه گندم، سبوس، هر نمود، هر خیلی میتیم شو. اردینه و همیار نغز میبینن نون میگره. این زمان در حدود ناحیه سنگوار 65 نامگوی یادگارهای تاریخی به خرج گرفته شده است. از جمله یک عدد آن حضرت برق سرمست ولی ماهیت جمهوری داشته، باقی مانده همه ماهیت محلی ناحیوی دارند. از جمله 65 عدد نامگوی یادگارهای تاریخی فقط حضرت برق سرمست ولی با
دستگیری حکومت جمهوری تعمیر کرده شد. باقی مانده یادگارهای تاریخی با تعمیر و ترمیم نیاز دارند. ما با تشبث مؤسسات تعلیمی، با تشبث با دستگیری جماعت‌های دهات و مخصوص با یاری محکومات اجرایی حکومت ایالتی نهایی مؤسسات تعلیمی را وسیله‌دار کردیم برای تازه آزادانی که داشتنی یادگارهای تاریخی در حدود دهها هستند. ایسکزور باشند تازه نگاه دارن رو جماعت‌های دهات قدیم و در واقع هستیم که زمین‌هایی که یادگارهای تاریخی در آنجا محفوظ است یمن و ایشانی در آن باید نرسد، یمن ساختمان نشد، یمن کس دخالت نکند و از گویم که وضعیت یادگارهای تاریخی همیشه ما با جماعت‌های دهات تماس هستیم و با خبر هستیم. همین گونه راه را به سمت مرکزی ناحیه سنگوار دوام دادیم تا رسیدن به این گوشه دوردست کشور مشاهده می‌کردیم که مردم هم از پی تشویش‌های روزگار بودند. حال اینایی تمیره ریز خطی لگردی اوتا ها راست خیرمان اونا خیرمان سایره اونا اونجا ده انا اونجا میره بعد میره خونه خونه سایره انا های کم تبره. یکی از معجزه‌های عجایب این مکان خیرمنجای‌ها بودند که در هر دهه به نظر می‌رسید و باشندگان به غون داشتن غله‌دانه مشغول بودند. من اینا که 84 میرم ما مایده بدیم همینجا ده کلخوز بود. کلخوز بعد می‌آوردن کید میکنه دو چپر میگشت مثل خیرمان کلون بود. خیرمان کلون دو چپر و 4 گو در هر چپر 2 گو میبستن. نه همون میگردن با 2 کسیگه با میکوه همون مایده شید میکوه بعد خرم میکنن بعد موسیدو برد میکنن بردگرو با سانی بردگرای همون بردگرو برد میکنن بعد با میگیرن بعد انبارو را بعد میبردن. ما خیلی سلوشی خیلی بر وقتی این تراکتر یا نه بعدو برومدن اول همون چی بود همه گو و همه آسب و همه طریقتی میکنن هر کس حاضر برای خودش اگر کنه برای خودش میکنه او اول نمیکنه هم ما یک گفتن میکنن همون جمعیت بود انا کلخوز دم میدادن. ما در خیرمنجای بابای اسمان قرار گرفتیم. معلوم شد که او از واسطه‌های تکنیکی کم استفاده میبرد و کشتی کردهش را با اصول باباگی یعنی با اسبایش میکوبد. با گفت بابای اسمان مراسم خیرمنکوبی از قدیم همین گونه صورت میگرفت. حالا جوانان به این عنعنه کم توجه دارند. او قصد نمیکنن میگم بچه‌م طریق اندر کار میگن شما در اصل 20 بده شما حاضر اصل 21 گای اصل 21 گای این دیگه تکنیکا و نوی چیز یا چیز است همه چی حیله و نیدن بسیار شد است خیلی ما دوری ما هم طریق بداخیم این انا حق میره من هیچ بس نمیکنم میره این عمال اینا در نو بولو دورم یک 30 ساعتی اون گردیم میکارم همون گندم همون راحت طور گندم میکارم اونا پرسو میگم نقشید همون یک خوب میچوشم همونجا 10 تا 12 خوب میگیرم نه پرسول اینا حاضرم ما همون ارد چی که شدیم. همین طریق بابای اسمان با فرزندانش تقریبا نیم یا 1 ساعت کشتی گندم را با اسب‌ها کوفتند. میگوید خیرمنجای‌ها را در دامن کوه‌ها جای‌های شمالی سخت می‌سازیم تا گندم را با داده از خس و کا جدا کنیم. وقتی که خود بودم همراه پدر به خیرمنکوبی می‌رفتم و به اسبان خیرمنکوب سوار شدن برایم پسند بود. خیلی که دایی و ندو تاداش تودا تکنیک های مثل کمباین های مثل تراکتر های یا چیوی و او میکوان ای انا کویستان دا ما هم تاری تکنیک ها نیست گو قطی خر قطی انا آس قطی همیو قطی میبندیم انا این نمودش همی که همون یکم همون انا گندم در تید میکنی بسیار باشه برانه میبندی چپر میبندی در دن بی آس همون قطی میگردمی کم اگر مثال کم باشه
همون تا همون اسب میکنی میگردونیش بود میکنی و چی میگیری یکی بسیار باشه انا دردم از خب برانه را چپر میکنی و چپر اسپسالی چپر دوره ای خور چپر میکنی دردم بهش میبندی یک دست سنگیدگر با وزمین ترشا برش میکنی بعد انا میگردونی خیلی او روش میده میشه با میکوی او را میکوی چپرگردون میکنی با میگردونیش یک 3 مرتبه میکوی انا میگردونی بعد میده میشه بعد با خره میگن خره میکنی با در عقیب خره ایتایی چوب برای که انا گم نشود چیده انا دونه ایوس مونه و اگه اونجا که ایسا همون چوکا ایسا بگذاره انا همون سری میکنی و چورشوق بود میکنی با کرچک بود میگن با و کرچک بود میگیری بعد با کرچک خدی بود میکنی این توز میشه اگر که با که ناشی دوتانی بعد غیلبول میگن یا چی دیگره غیلبول میگه میتک با چور شوتر میشن با او قطعی غیلبولش میکنیم خیلی بعد گندم شکی گرفتیم بعد میبریم بعد میشیم در خونه ضعیفا میشین بعد خوق میکنن بعد اوسیوب دا میبریم ارد میکنیم دیگه نونی و مزه نقل میشه این تری انا چوره این تری تقی بوره چی نمیشه ملایمی نقل میشه نونی گندمی مردم حاصل گندم را بعد از خیرمنکوبی در جویبارها میشویند و آفتاب میکنند زیرا از گندم شسته هم نان با لذت میآید و هم به کار آسیابانها مانع ایجاد نمیکند این کار را زنها انجام میدهند اما بابای اسمان در این کار نیز به کلین و نبیره‌هایش کمک میکند این اشی تودا خری آدم از جلوکش هم بیرون میکنه اوردی انا نقض زیده نونی ملوهیمی نقض میشه چند روزه بیستم تا ملوهی میشینه چرخی آسیابی بابای بیک یارف که پدر بزرگش ساخته بود سال هاست گردان است. آسیابی مذکور در دهه سیادی جماعتی و خیاب بالاتر از دهه در بلندکوی جایگیر شده است. بابای بیک و سین و سال و دوره راه نگاه نکرده همه روزه به اینجا می آید و گندم مردم منطقه را آرد می کند. حتی در موسم تیرماه که کار بسیار است در اینجا شب را روز می کند. این سال 71 همینجا اومدیم و همین را ساز کردیم. همش از خود استاکم شیفر پیفر همش همین که کشتیم ساز کردیم اینجا. این 71 ایسه ما به همین خلق نفته ایسیدیم. خود یکم نای معیب بناگنه همینجا خوب میشیم قطعی یک نوستان. انا هم قرار حال دیگه معیب کسیم نه تو ساعت 8 کار می‌کنم نه میام. و ساعت 5 میخزیم میام. سر بیرون می‌نمو تا سرا کار می‌کنم. چی موضوع کارخانه است اونجا. در بالای سنگ آسیاب دول جایگیر شده است که آن قطی مانند بوده قسم بالایی آن کلان است و به سمت پایان خرد شده می رود. آردی حاصل شده از بین سنگ ها به خنبه یا آخور پاش خورده می ریزد و از آنجا آرد را با بیلچه به خلطچه ها می بردارد. نمود همین سفیدکش باشه کلک میگن که آن همون باشه که ملوی او سفیده آن همش این ایش امالی کم کم شخاب داره سرخ شوپای سفی خمیشه پیش در همون شیلد چودر میدوختن و او قطع میشتنش دیگه قطعی و دیگه کلون هستن داون میدوختنش و میشتن و میدوختنش و شیطان قبول نمید رو غاز دام ای اونا مول دینا کدوم گندم یار کردم که یک خوبشور کنم نگاه کن مول سانکسیاش است غاز امو گردی خوب خوای می سانگ رو نگیره اوزه در جایی که نه ابرات زیاد بشه کم میشه
اگرچند 39 سالش نزدیک به 80 رسیده است و فرزندان کار او را در این آسیاب قبول ندارند، اما بابای بیگ خود را هیچ به آسیابش تصور کرده نمیتواند، زیرا او از این عمل نه تنها کمک به زندگی میکند بلکه کار کردن را مفید به سلامتیش نیز میشمارد. صبر من از برای که استودن من ممکن نیست. باید که من همه روز هیچ نیم دستاد نیست سنجاد شوسا نیم کیلومتر باید چی کیلومتر راه گردم. برای همی ارگانیزمی هم حیواندو. من همون پرافیزی گو با هیچ محل قرار نمین اوست بجم. برای که بیستی همی فوت معی میشه دستور معی میشه. ما نمیذارمونی و یاگون کارنمی. همی قشید اینا که 21 سالش شوفری کردم، 15 سالش داره همین راننده ماستر کار کردم. انا دیگه اینا که زمین اوسیدی. مردم منطقه با ارد سفید حتما ارد گندم آسیابی آمیخته میکنند. وقتی که به خانه نظربی خالق و آمدیم، او همراه کلینش نان و چپاتی میپخت. بانوان میگویند وقتی ارد سفید را تنها نان میکنیم، کلچه، نان یا فطیر تیز صفتش را گم میکند، اما در آمیختگی با ارد گندم آسیابی نان دیر باز ویران نمیشود. نون گندم نظر و نون خیل این مغازینی ارد مغازینی او تستر سرخ میشه بام لوی ما کوک نمیشه مثال نه یا روز دنون میبندی کوک میشه نون گندمی نه درو 3 روز میساده بعد چی شود کوک شود با خشخرای نون گندمی ارد یکم میگیریم با یک تا دیم میگیری بعد مثال 3 لگن یکم که گرفتی با 2 تا ای گندمیش میگیری بعد ارارش میکنی میبندی. ارد گندم با شیرینه مزش. اینا مثال در شیروغان ریزه میکنی میخری نظر به اردوی مغازینی او ارد چی های؟ مزه این خیلی با قوتش دیگه های. همین کرولش این با زوی ترکه. برای او اردی چی پوست میگیره او خبر چی نداره کرولش سوز نداره. برای جلوتا چی های؟ سوزایی. انا اردی او چیزی دامو بساقه هم میخریش دیامسر دل میره قبیشن تستقیتی زواشکا وره. همی سنفی 8 نشید باید هنری نونبندی کلچه گرده چه هم مربطونه. فرقش ای دختروی شهر همی ای دختری قشلوقه که مثال نون میبنده او قوچه میکنه. مثال اینه مادر شد میگه گرده چه چپوتی نونوی چی میبندیم. با این در 3 وجب 3 نیم وجب این رفیده کلون ای 3 نیم وجب زیاد میاید. باز این در کلون ترک. من خودم که یوش بدم من خیلی میبستم. وزی خاک با کلین یوش شای میده های. نان و چپاتی های مردمی سنگوار نیز در حجم و لذت از دیگر محل ها تفاوت داشت. از بس که اینجا محصولات شیری و روغنی استحصال دستی فراوان است، آنها گاه در خمیر شوریده شیر و روغن استفاده میبرند. به قول این مادر مهمتر از همه وقتی که خمیر را با تمام صنعت شوریم، نان بی روغن و شیر هم با لذت می آید. چقدر اونا که بسیار خیلی دی همون قدر نون خشرو می آید. اگر اونا کم خیلی نون خشرو نمی آید. اوخی اگو کسی که کمتر نیم کلا خیل میکنه میپرتویه اوه پر که خیلی نون تصمیم میشه و نون شروع میویه او چامون نشون مدادن نمیتونستیم بعد خیلی که مکتب تیار کن نشون مدادن مدرم خمیر کنی رو بستنی رو خیلی در زندگی عذاب نکشیدیم دیگه بستیم میهمون بیریزمون چیه که باشه همه نونه بسته میتونیم میهمون گذران میکنیم خیش تبور مثل گذران میکنیم تویون دا گذران میکنیم همه را این نوی همی جوی ما نویای سنگور نوی گردچه میکنیم چپوتی میکنیم در معرک هم و در تویو در همه چیزو گردچه و چپوتی کلچه میکنیم
اینه گردچر در شوربا در همه چپاتی هم شوربان در شکر و همی میخرم. من ای 20 سال زیاد نون بسته استودم 45-60 بر اومدم اینه 4-5 سال شد که خیلی میبندم. اگرچند زنهای دهات از سحر تا شام به نانپزی و پخت و پز و یا شستشوی روبوچین بند می شوند، باز فرصت می یابند که هنر آموزند. در گفتار هر یکی آنها سالی رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی صدا می داد. سرطان شمس‌الدین و که چکندوزی نامی محل است، در اینجا به بانوان بشغل این هنر را می آموزاند. دختران ما به دختن لباس‌های کشیده دوزی، پاپوری دوزی، قراقی دوزی شوق و رغبت زیادی دارند. سال 2019-2021 اعلام گردیدن رشد ساحه دهات، سیاحی و هنرهای مردمی بسیارتر به این کسب شوق و رغبت زیادی داشته باشند. هنرهای ما نسبت به دیگر منطقه‌های شهر و ناحیه دیگرگونی‌های زیادی دارد. دختن امسال دختران ما از حساب نسبت همین شوق و رغبت زیاد داشتنشان در آزمون صدرنگ چکن سزاوار جای گشتند. در این منطقه نیز شعبه مرکز تعلیمی کلانسالان تاجیکستان عمل می‌کند. اگر قبلا در این مرکزها بانوان تنها هنری لباسدوزی را از خود می‌کردند، حالا باشد به آموزش هنرهای مردمی از قبیل چکندوزی و پاپوردوزی، قراقی‌دوزی، اطلس و ادرس بافی و ده‌ها هنرهای مردمی دیگر مشغولند. کلتای من دخت خودم میباشد که ایرا در مهلت قریب که 1 ماه من خودم دختم، خودم گل میکشم، میدوزم و شاگردانم هم میآموزم. این دخت که از بابا و بیبی کلان ما این به ما میراث ماندگیه که ما چکنای بسیار دارم دختگی ای اوچم و بیبی کلانم در ما میراث ماندگیان. ایروی گلای همو ما این هنرها را احیا کرده ایستادیم. من خودم دختم چکن خودم دختم. ما برای عروسا چادری میدوزیم که چادری در ویش 1 کاسه چادری 4 کاسه 5 کاسه رزمری 4 به 5 میگیم یا 3 به 6 میگیم که در داخل چادری 3 تا کاسه یا 4 تا کاسه که ایره دوریه میگن 5-6 دختر 6 تا چادری میدوزن. مردها نیز در برابر زنها در احیای هنرهای اجدادی سهم می‌گذارند. دولت نظر غایب هنری سازتراشی و ارمغانسازی را انتخاب کرده است. مسئول ایجاد او دوتارهای زیبا، طبقچه و کوزچه ها و دیگر محصولات چوبین است که با صنعت جالب ساخته شدند. دیتور اصلا از حساب چوب‌های زردالو بید همه چیزا میتروشن. اگه صنعت نازک هم میخواه که برای که کم تنکتر که بیا باز صدای خود دارد. تختش از چوی سویدار میتروشیم. برای همین خیلی مهنت بسیار که طلب میکنه. من بعد با رنگ بار میکنیم، با چی میکنیم تیور میکنیم، بعد پیشکش میکنیم با چیوم. هر طور که 450-500 دیتور خوبتر باشد 800-700 هر نمود وابسته به همون فرمایش همون میزاج چندی که فرمام ما تیار میکنیم. درباره هنرمندان ما یک استاد چیرده هستیم و دولت نظر که اونجا کمتر از محصولی دستش به نمایش گذاشته شده بود. استاد خوب است، از چوب هر گونه هنرنمایی میکند، چیزایی میتراشد که خود و خود دقتی همون سیاحان و مهمانان ما را به خود جلب میکند. حتی طور که اگر به شرط مهنت سوز کنیم 6-7 روز تیار میکنیم. برای او را خوب مهنت بسیار طلب میکنه. اون متریال را پیشکی تیار میکنیم و بعد به تراشیدن سر میکنیم. اینا در آب تر میکنیم، مدت چند وقت در آب میشینه برای که وقتی تراشیدیمش
نازک میتراشیم من صداش بین روی نکفه اگر که ترک اگه نباشه تیار مسئله تیار که نباشه این میکفه این کاسه خانه دیتوره این میکفه برای همین پیشکی تیار میکنیم موچی بعد میگیریم چی میکنیم. نامبرده هم سازتراش و هم هنرمند است. با آفریده‌هایش اول خودش می‌سراید و پس آن را با دل پر به هنرمندان تقدیم می‌کند. اگه این را که ساز کردیم مجبور ها نواختنش یاد بگیریم. می‌نوازیم می‌سرایم. اگه کارم خیلی است. 40 هنر به یک مرد کم هم خیلی است. کوشش می‌کنیم که با دیگر هنرها با دیگر هنرها یاد گیریم کم خیلی. ای فرزندی گلافشانی بهاران منه ای پیوندی نهالانی گلستان منه ای آب و گیلی من نبا شد از پشتای پستایی یک کارسون کلون کم شپش شما قرار نگاه دوری اینه میخواه خیلی بکشنی یه استیت کنی نمیتا شکر کنی شو کنی بینی نه پیول ها بگیریم مگه به شمور بکنی نیستی شمور ها کنی باید گفت که هر یک عنعنه اجدادی مردمی با فرهنگ و صاحب هنر سنگوار با رنگ و رنگی جذاب و ناتکرار جلوه می کند و همگان را جلب خود می سازد. وقتی که مردم سنگوار عروس را به خانه داماد گسیل می کنند 3 روز قبل از توی حلوا می پزند. خاله فضیله رحمان و بهترین حولاگران دهه را به خانه‌اش دعوت کرده برای توی عروسی دخترش حلوای سفیدک آماده می کردند. ما نمی مراسمی توی پیشواز گرفتن نمی دوی عروسی را تیار میکنیم حولو میکنیم کرپا و کپچه میدوزیم چادر میکنیم خیلی همیشه چیزا را تشکیل میکنیم تا همون روزی عروس براری را روغن هم اندازیم بعد ارده میدوزیم بعد 3-4 زنک ده همی کفگی را قطعی همی خیلی میکویم ارد در روغن سرخ میشود بعد میگیریم در می کارتونو میبریم در لب آب خنک میمونیم میکنیم خنک میشه یخ میکنه بعد آورده ایره چیز مینیم میاریم بعد دستامو یا با قشقای کفگیرای همی خیل کرده سفید میکنیم بعد قند سفید میچکیم بعد اینا میدوزیم این تیار شدگیه میدوزیم و دستمون رو میخیل کف کرده میرسانیم بعد تیار میکنیم به خونه قدر روان میکنیم زنهای حلواگر ارد و روغن و خاکه شکر و همین گونه آمیخته کرده با دست یا قاشق چوبی لط میزدند. بعد از تیار شدن نصف حلوا رو در طبق و باقی مانده رو در پیاله و لعلیچه ها برای هدیه آماده کردند. قدیم اومدگی که توشه عروس میگن نون آب میکنیم و سطری کلون میکنیم گرده میکنیم انا ارزق میکنیم این حولو قطعی یورو نم خیلی پیوله ها لعلیون در گرفته در همون صندوق عروس میمونیم بعد همون قدر همی توی یکیو میروند که همی یک پیوله به یک توی یکشه میده یک تخیل به خیش تبورشه میده در وقت اختنا عروس کردن خیلی حدود همی 6 تا خزر میخریم میکنیم در اون دوره ما در فلکو میبردن فلکوی 50 کیلوان در روغنی میزرده میبردن این تایی کسون 5-6 تا میکردن با یک چیز دیگه ریوج بود او را میکردن میگرفتن میومدن خودی خیلی کم شده است.
باید گفت که هنر قدیمه آهنگری نیز در سنگوار بر علا مشاهده میشد. از بس که اینجا منطقه کوهستان است، مردم هر لحظه به آلات مهنت از قبیل داس و تبر، تشه و پاتشه، نعل اسب و دیگر محصولات آهنگری نیاز دارند. از همین لحاظ دکان قربانشاه عالموف همیشه پر از فرمایشگران است و کارش پیوسته در اوج. حاضر برای اسپا نعل تیار میکنیم. وقتی نعل کنی اسپامون شده از خود نعل میزنیم. داس و تبر تیار میکنیم برای هیزم کردن در کوهستان. کلان ساز میکنیم باز برای بهار تیاره که مردم به کشت کار مشغول میشوند. خیلی با کسی که چی اشیای روزگاری که لازمش باشه و بیایه سه شکه هدف برای مزور منبرسه ساز میکنیم مردم دا میسپاره. کسب اولادی ما اساساً دوریدگری های از سببی که قریب طول سالهای دراز در این منطقه استای آهنگر نبود. خیلی مجبور شدیم با که همین کارا را پیش بگیریم. ظرف 20 ساله که کار کرده ایستادم. من در همین آهنگری کار کرده ایستادم. یعنی مرکز کلان سالون ناحیه دستگیری شد. سال گذشته یک کورس آهنگری ما 15 نفر شاگردا تیار کردیم. خیلی حاضر قریب کسی کسش در همین جماعت مرکز فعالیت میکنن کار کرده ایستادم. برای نامبرده کسب آهنگری میراثی نیست. او خود تصمیم گرفته است که این هنر را از خود کند و مشکلات مردم را آسان نماید. همین طور هم شد. امروز او را همه میشناسند و آفریده هایش را که با صفت بلند ساخته شده است سالها برای روزگار استفاده میبرند. کار دستی که حتما دیگره مشکلاتش هم بسیار است. اگه یک بار میسوزی یا بار باز کار خوب میسازی اگر نسوخته ساخته نمیشود. همین خیلی نوش و ناز و نعمت بینش آزار و مینت نمیشود. مجبوریم که خواست سوخته و خوب پخته کار کنیم. میشود که همه چیز مشقت داره که بعد آخرش با راحت هم داره. اگر مشقت نداشته باشه با راحت هم نداره. یا کسب خوبه. بسیاری ها میایم پیشمون آخری که همین بالاترین نقطه‌های همین ناحیه که قریب 100 کیلومتر اما بالاترن مردم میاین احتیاج دارن. حق ای دستمون اومدگی را یاردم میکنیم مردم را کمک میکنیم. ما برادر کلونیمون درگر بودن که وقتی که اسب داشت همه آهنگرها چند کسی بودن به سنه پیری رسیده بودن و بحث کردن دیگر هیچ کس نبود. همین برادر کلانی ما به خاطر اسباش مجبور شد رفت آموخت خسرش در درواز در جماعت سغردشت رفتن همونجا در همین کار آموختن. خیلی اومد کار کرد با مرور زمان و ایجا برفتن در شنبه زندگی میکنه. خب ما هم مجبور شدیم که پس رفتن او ما برای اسبامون و برای کار خودمون کار کنیم. حتی بعد کار در شیشتی دیگه برای خودت نمیشه. اگه کس پیشت میوه مجبوری که کاری کس اجرا کنی. خب گو کس پول میتیه گو کس رحمت میگه گو کس میندار میشه. خیلی تنیره در برابر دیگر طعم‌های ملی این منطقه خیلی معمول است. این خوراک را بانوان از دانگی‌ها برای ذخیره زمستان آماده می‌کنند. تنیره خوراک ملی با زمستان تیاری می‌بینیم. زمستان گولک چی نداره میدازیش یا میدگر دیگر شیره میشکنی میریزیش اوقات ملی میخره گولک. خودت نمیخری گولک نمی همه اوقات تیار. اونم تا قاقش مینیم خروتش میچکنیم قاقش میکنیم. اینا گندم میدازیم لوبی نخود اینا برگ پیاز چکه همه میاره میدازیم ارارش میکنیم خروت میچکنیم. یا یک کسل میشه یک چی میشه اوقات ملی اوقات تیاره میخری نه همش تیار این ارارش شکنم.
اینا ارارش میکنی. اینا ارارش میکنی همه شو. این زیرش میدوزم. این اوقات تیار. این کلوبی گشت میدوزم. لوبیاش کمن. نه گوشت میکوبی و نه هیچی. همین طریق زنهای دیگه صحبت کنون همه محصولات دانگی از قبیل گندم، لوبیا، نخود و کبودی و چکر رو با هم آمیخته کرده مثل قارود در لعلی کلاله میکردن. این قروتور این چکندن این نگاه این میتری میوه این قاقش میکنی این 4-5 تاشا میدوزی اوقات تیار چکن ماش بگی با یک چکی شیر و دستت میگیری تا چیش میکنی کلوله حقش میکنی در اینجا برف میزند گسنی جو میره مرا ذخیره مینیم من ایره کردم تنیره او دخترها میکنن اوموچ این اوموچ کمتر او میگیریم نمکو در یک کاسه درش میکنیم اوموچ میمولیم تیار میشود این اگر یک با هیله کنیم اگر رنگ برنج می آید حاضر و دست مینه دست تیار می شود هیچ چیگه نداره در ترکیبش فقط آب و نمک هیچ چیگه نداره اگر خواهیم که اوموچی و شیر کنیم در ده کمتر آب می ریزیم یک کاسه شیر بسه می ریزیم بعد اوموچ رنگ برنج می دوزی شیر برنج امیره می دوزیم در دیگ رنگ شیر برنج به مزه می آید اوموچی و شیر میگیم اگر با دوغش کنیم همش تیار میکنیم در دیگ و او توقع به شیر کبودی مبودیش میدوزیم روش میدوزیم او میشوه اوموچی دوغی این رستنی خوبی است که برای همه کسال ها دارو است بسیار به کسالی های کسالی پوست و داولینی این را چند نمود میکنیم میخریم در کوهستان خیلی کوهستان میارن خونه دا چی میکنن میشیم پوست میکنن توزه میکنن دیگه در میجوشونن قوق میکنه میگیرین بعد زمستون تایستون میکنی دوغیش باشه یا که شیری باشه پگاهی میکنی روجوش میگن خیلی ماماهای ما هم روجوش میگفتن حاضر امیران میکنن در همه کوهستان آن شیر قطعی نمیکنن بسیار داروی خوبه اوموچی شیرین دنی میدازن یا شیر اوموچی خالی شیر خالی میکنن اگر بخواهن رونی میدازن بسیار به مزه میآید و داروی گرمه برای چند کسل گرمه انا دوغش نمیکنن مثال برای داولینی با دوغ قطعی میکنن میخورن خیلی نمود یکی کنه این خوبه پودینه و هر قطعش همراه میکنیم و میخوریم این اوموچی ما تیار شد اینا در دیگ شیر می اندازیم و این می دوزیم میخوریم میکشیم میخوریم اوموچی و شیر اگر خواهیم که شیرش ندوزیم او قطعی میشود کبودی میدوزیم یا گوی در چایدش میدوزیم سوزی پوزی میدوزیم این رنگی خیلی شیره بوری اوموچی و شیر و چی میشود دوغ میکنیم میخوریم دوغش عبیده میخوریم برای خیلی زکام سردرد میتای دوغش بسیار فایده آور است این اوموچی و شیر سحری میخوریم مردم مهنتکش این دیار از حساب باغداری و زراعتکاری و دیگر نعمت‌های عطا نموده طبیعت زندگیشان را پیش میبرند. در این مکان درختان سیبوناک بیشتر از همه پرورش میشوند. این هم یک وسیله روزگذرانی مردم دهه به حساب میرود. ما هم سیب ریختگی میچینیم میگیریم بعد او خشرو شد و بعد میگیرن کلونتر روز حس میکنن یا که میان میبرن این ریختگیش میچینیم پورا میکنیم برای کمپوت برای اشراف نشه برای کمپوت برای چی میکنیم میخورن گلکو
10-15-20 таран мекунанд. Безебоша, пустагиоша, гомола мечинанд, метам тозоша барои худ мо бисёр мешавад. Бод ҳавои тоза дора, путаи зиндагиш созай, ҳамаш витаминай. Ай хуча, ай ҳама чиз. бонвон аввал себу нокҳоеро ки аз таъсири бод меафтанд бурида хушк мекунанд. ин корро ҳар хонавода сарҷам бо фарзандонашон анҷом медиҳанд. авто тез бошад, тез қоқ мешавад. Сояда қане. Ҳами бода ҳавои соз боша, авто тез зид созай. Тит мекунем, зид гардон чӣ мекунем, қоқ мешавад. қоқшани мехаранд, ин таршани мехаранд. Дар хунаам боша дорем, мефрӯшем, қоқшани мехаранд. меоянд мошинда, меоянд мебаранд. ҳама ҳозир вақти ҷамъоварӣ, капуста, ҳама чиз тушка сангаб мечинем. ҳамин меҳнат кадӣ, роҳатша мебинӣ зимистон. Накадӣ мести. Охир кӯтаи гапам замин меҳнат кунӣ, ӯ фоидаи. Тушка мекунӣ, мефрӯшӣ, пиёз мекунӣ, мефрӯшӣ. ҳамаш меҳнат. хушрӯ нигаҳ кунӣ, баҳорани мерасад. хнука иҷа места ба ту мекунӣ. хушрӯай. аз себу нокҳои хушкида барои ташнашиканӣ нушоба тайёр мекунанду аз меваҳои тар мураббо ва қисмати дигарро ба фурӯш мебароранд. баъзе вақт аз сабаби бисёр будани кор ё ки душвортар будани тайёр кардани мураббо ҷамъ мешавем, ҳамсояҳо ба якдигар қатӣ кӯмак мерасонем. масалан ин ногро мечинем. ног ин як хосияти шифоӣ доругӣ дорад. дар баъзе витаминҳои шифобахшам ҳастанд. бисёртар барои зимистонам захира кунем, гарчанде бо барои доругӣ ҳам лаззати хуб дорад. мисол назар ба дигар меваҳо, назар ба себ, ба ангур, ширинӣ бисёр тар дорад. шакар камтар сарф мешавад. мо вақте ки амира меҷӯшонем, аввал обро мегирем. мисол агар 5 коса ног гирем, 5 шега об мегирем, барое ки ширинияш бисёртар аст, шакар камтар мегирем. 4 та коса шакар мегирем. камуша дам об медозем, медӯша. бинӣ ки бемазза боша, иқа шакар медозем, набоша мехӯри. хай пухтагиш боша, ширин. ина ё шозе мекунӣ, хай уқа ширинам нест. ширин боша, ширин меовуш. ширин набоша, бо шакар медозӣ. набоша ширин ки боша, шакар намерозӣ. ҳисоби худаш медӯша, места мехӯри. иҷа нокҳои иҷа ширинай. баром меган нокҳои иҷа асали тевлара якум ҷоай. иҷа ҳамаш алафи доругиай. мехӯранд, ҳама ҳисоб асал иҷа ва маззаай. барое ки бинем ки қандови мо расидааст ба вақти андохтани нок, қандоро мегирем, дар болои амин нохуни дастмон ами хел мерезем. агар аму қандов нареза, ай нохуни дастмон мефаҳмем ки ба қиём расидааст. баъд нока меандозем дар даруни вай, то пухтанаш меҷӯшонем. вақте ки амин чизиш ҷин чи дар амин дуруни амин мефаҳмем ки пухтааст. онҳоро дар банкҳора мешием, тоза мекунем, дар банкҳо мегирем, маҳкам мекунем. ҳамаша якҷоя барои захираи зимистон. барое ки вақте ки мо дар ин кӯҳистони вазнин, зимистони мо бисёр душворай. хунук, барфи бисёр. мо ай ҳамин чизҳои худмо бисёртар себ, нок, олуча, зардолӣ, айбоғому мегирем, ҳам хел мураббо тайёр мекунем. аз сабабе ки душворӣ накашанд, мисол мардҳомон вақти кам доранд, ба ҷамъоварӣ ҳезм, ба овардани алаф, нигоҳубини гову мол, чорвои майда, барои ҳамин мо занҳо ба мардҳо ёрдам карда хӯрока ҷамъ мекунем, захира мекунем барои зимистон. бо нок ба ғайр аз мураббо қоқи нок мекунем, майда мекунем, қоқ мекунем. агар зимистон вақте ки мураббои хеле надошта бошем, ҳамун қоқша мураббо када мешавад. ҳамуро қандов да тар мекунем, ай сари вегаҳа қандов мекунем, тар мекунем, нока да дурунш тар мекунем, сари як бордубор дар болои печка меҷӯшонем, ҳамуам мураббо мешавад. ё ки компот мекунем, компоти қоқша мешавад, компоти тарша мешавад. мисол ина ҳамаи чиза барои захира кардем. ина капусай, помидорай, лубияй, ҳамаи ҳамин чизора, нокай, ҳамаи ҳамира захира кардем. ина банкаву чи амол мина магазин омадам, ҳамун барои капуса салоникан майда чайда овардам.
مورچ نیتریش مورچ اینجور در نمیشه کو مورچ لالو ریز هم و آوردم اونا بچم برد اونا کمپیر کدی کلین میکنن برای زمستون هم تری میکنن هم پامیدور زیر بای میکنن هم چیزا محصولات تیار میکنن برای زمستون اینوک مثال 20 بانک ذخیره میکنیم با 10 دیگه سیب میکنیم 12 دیگه وابسته به همون باغات مونه این سال خیلی سبب بارونداری بسیار همین نوک شیده سیب کمتر اولی 4000 دلار نگرفتیم با نوک بسیار تر اکوارینی میکنیم برای 20 تای 30 تای وابسته به همون شرایطمون وابسته به همون با آدمایی که خیلی مثال کودک بسیار تر داره 50 60 سخت میکنن خیلی سخت میکنیم زمستان وقتی که برفی بسیار باری در خونه میشینیم در پشکه علاو میکنیم گلدوزی میکنیم یا جوراب میبافیم و این نوک میخریم اینا نوکا ای زمین ای بولوش میگیریم مثال ذخیره میکنیم انا ایش که میغلطه ایشا با انا زنکو میگیرن پوره میکنن مربا میکنن با برای انا خوردن خمو تیور میکنن او شب بوم میبرن میفروشن در بازار او یکی ذخیره که در بازار میفروشن یک گورین بیار سنگیمو یک گورین اپخته تردی تیار کردنشن شامتن سختی بعد نه کم ترک ملایم باشه سختی بعدش بیزیب میشوه او نه یک علام میسوزه در تاج گوری را میپزیم افز افگل دیگه بکوکی نه چسبتش نه اینم سیاه نمیشه سیاه هم شود در نمکا ترش میکنی تازه میشه آبجوشو نمیکنیم با این خیلیش مزهش با بسیار تره خلاص مردم زحمتکشی ناحیه سنگوار با شکرگزاری از صاحب استقلالی مملکت از زهره نعمت وطن عزیز و محبوبمون را ثمرناک استفاده میبرند. دل میخواهد که هر زمانت بینم این رای درازی در میان افتاده ای باد بیا که خیر منم باد شود ای دوست بیا که دلکم شاد شود ای دوست بیا که دلکم شاد شود ای دوست نمی آیی گویا بندی ای دوست نمی آیی گویا بندی ای جان تو نمی برای خوش بهنگی